یه شخصی تعریف میکرد، میگفت که یه اتفاق تو منطقه ما افتاده و عین حقیقته. چند سال پیش تو منطقه ما یه پیرمردی بود که مریض بود، هیچ کس هم نداشت، نه فرزندی نه فامیلی. اهالی منطقه هم جمع شده بودن و براش یه خونه کوچیکی درست کرده بودن. میگه یه همسایه داشت که همیشه بهش رسیدگی میکرد، صبحونه، نهار، شام، داروهاشو براش میخرید، خلاصه هر جوری که میتونست بهش کمک میکرد. یه روزی پیرمرد اینو صدا میزنه، میگه تو که اینقدر برا من زحمت کشیدی، شرمندم کردی، ازت یه خواهش دارم. دیگه من مردنیم و وقتم کمه، بعد مرگ منو شبونه دفن کن. من کسی رو ندارم که برام گریه کنه، برام نیازی نیست احسان بدی، نمیخوام اهالی محل رو به زحمت بندازم. خلاصه بعد چند روز این مرد فوت میکنه. همسایه دلش نمیاد، میگه چطور اینو رهاش کنم. چای و حلوا و خرما میخره، میگه یه احسان کوچیکی براش بدم. شبونه اینو میبره خاکش کنه. قبر رو که میکنه کلی سکه طلا پیدا میکنه. یه مراسم خوبی برای پیرمرد میگیره، وضع خودش هم خوب میشه. رفیق، خدا سرشاهده، خدا خوبی رو بی جواب نمیذاره. از قدیم گفتن تو نونو بریز تو دریا، ماهی هم ندونه، خدا که میدونه، خدا که میبینه. خوبی هیچ وقت گم نمیشه.